با سلام و احترام بی پایان به رئیس جمهور خانم مریم رجوی و مهمانان محترم. سلام مخصوص به اشرفیان دلیر در رزمگاه لیبرتی. من فربد ماوچیان سرفرازم که امروز این امکان رو دارم اینجا صحبت کنم. ما اینجا اومدیم تا از دولت آمریکا و از سازمان ملل بپرسیم چرا قول حفاظت آمریکا از اشرف شد گلوله تو قلب حنیف امامی؟ چرا توطئه ها و دروغ های مارتین کوبلر رسید به کلام آخر صبا؟ و چرا اوباما به جای اینکه صدای قیام نسل ما رو بشنوه شد نامرسون به علی گدا؟ تا اونجایی که ما میدونیم و میفهمیم و افتخار میکنیم که همراه و هم صدا با سازمانی هستیم که به قول برادر مسعود اعتقاداتش، مکتبش و روی سیاسیش رو از میان شکنجهگاه ها و از میان میدان های اعدام به دست آورده. بله، به این افتخار میکنیم. و به نظر ما تنها راه حل مشکلات سوریه، لبنان، عراق، یمن و تمام منطقه نه مماشات با آخونداست، بلکه تنها یک راه حل داره: سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی. ما اینجا اومدیم تا بگوییم که چرا هم نسل پدر مادرهای ما و هم نسل ما همراه و هم صدا با مجاهدین هستیم. چون درد هر دو نسل یکیست. هر دو نسل بهترینامون رو دادیم، از مهدی رضایی ها تا ناصر محمدی ها و حالا صباها، رحمان ها، نصرن ها، یاسر ها و سعید ها. از شما اجازه می‌خوایم این شعر رو تقدیم به مادرهای داغدار بخونیم، مادرهایی که جگرگوشه هاشون رو از دست دادن، مادرهایی که هیچ چیز نداشتیم و نداریم جز درد و غم و رنج که به اونا هدیه کنیم. نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می شود. نگاه کن من از ستاره سوختم، لبا لب از ستارگان شب شدم. و نگاه کن ما به کجا رسیدیم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. آهای مادران شهیدان، به جای هر فرزند هزاران فرزند و به جای یک اشرف هزار اشرف. و امروز بار دیگر اعلام می‌کنیم ما جوانان تا آخرین نفس در کنار شما ایستادیم و تا سرنگونی حکومت ولایت فقیه دمی از پای نخواهیم نشست. دست از طلب ندارم تا کام من برآید. یا جان رسد به جانان، یا جان رسد به ایران، یا جان ز تن برآید. بله میتوان و باید امانت بزرگ مردم ایران، مهر تابان ایران زمین را با رزم ارتش آزادی به پایتخت شیر و خورشید برد و چنین خواهد شد.